سلام عرض میشه به همه ساکربازای قهار به کانال ساکر استایلز آندرلاین 32 خوش اومدین. اینجا قراره که با هم دیگه به حال بازی ساکر استارز رو جلو ببریم، پیش رو ببریم. حالا اینجا قسمت بیچ آرنا هستش، مکزیک و آمریکا که سه تاشون هم 3 دقیقه‌ای و به حال با هر نتیجه‌ای که تو این 3 دقیقه برنده یعنی بازی رو بتونید تموم بکنید، اگر حالا 1-0 2-0 3-0 هر نتیجه‌ای بازی با اون نتیجه تموم میشه، مگر اینکه مساوی بشه که اون موقع میره به سمت گل طلایی. که خب حالا فعلا میخوام از اینجا شروع بکنم، یه 3 تا بازی از این بیچ آرنا واسهتون انجام بدم، بعد بهتون نشون بدم که اینجا چطوریه بازیش و بقیه بازیه که بقیه چالش هایی که اینجا میبینید گلی هستش، باید گل بزنید و بازی رو با گل زدن تمام بکنید که من زیاد با اون حال نمی کنم. من دوست دارم که مثل فوتبال واقعی احساس بشه، بازی نتیجه واقعی داشته باشه و قرار اینجا هم بازی بکنیم، هم تحلیل بکنیم واسهتون و هم با صدای گزارشگرهای مختلف که حالا من کسرا هستم، اسمم کسراه. حالا قراره که با انواع صداهای مختلف عادل فردوسی پور، جواد خیابانی، پیمان یوسفی، سرهنگ علیفر با این 4 نفر و همچنین احمدی در آینده با این 4-5 نفر به عنوان گزارشگر بازی در خدمت شما عزیزان بیننده خواهند بود. خب حالا امروز رو با گزارشگری بنده کسرا آغاز میکنیم. خب سمت چپی منم لولم 113. فقط اینجا یادم رفتش که مهرم عوض بکنم. شما میتونید با قوی ترین مهره ممکنتون برید داخل بازی. این مهره آبی حتی تقویت شدهش هم زیاد خوب نیست. اینجا میبینید که مثلا پایش یکه، اون دوتایی که زرد نشون میده که تقویت شده و این کریستیان هم از کشور سوئیس هست. این بازی بسیار قشنگ و باحالیه، واقعا سرگرم کننده است. برید داخل گوگل پلی ساکر استارز دانلود بکنید. من به حال دارم با نسخه ماد بازی میکنم، ماد هک ایم، که اونم اگه خواستید تو دیسکریپشن من آیدی تلگرام میذارم، هر کسی خواست تو تلگرام واسش میفرستم نسخه هکیشو. اما اینم در نظر داشته باشید که و یک فرصت خطرناک و اینم در نظر داشته باشید که نسخه هک فقط و فقط برای اکانت های مینی کلیپ و اکانت های میهمان یعنی گست کار میکنه و دیگه اینکه برای گوگل پلی کار نمیکنه. واسه گوگل پلی باید عادی باشه. خب اینم از معارفه. خلاصه اینکه بپردازیم به ادامه بازی.
در زمین ساحلی واقعا زمینش گرده و هر حمله‌ای بکنی ممکنه از اون دست که بدی از اون دست هم در این بازی در این قسمت پس خواهی گرفت. پس باید تاکتیک بسیار متفاوت باشه. اینجا من این ترکیب رو خیلی میپسندم. حالا اون طرف کریستیان سوئیسی هم که داره سعی داره که خب متاسفانه بازی اولی داریم میبازیم و توی دروازه و شکست رو پذیرفت. خب به هر حال با تیم جوانان حاضر شدن هم تاوان داره. خب بریم تیم رو واسه بازی دوم تقویت کنیم و همچنین ترکیبم که عوض کردیم ترکیب ثابت باقی مونده. فعلا باید بریم تیممون رو عوض بکنیم، بازیکن‌های اصلی رو بیاریم داخل زمین و خلاصه اینکه دوتا بازی باقی مونده رو نتیجه بگیریم. اینجوری نمیشه. وگرنه اگر از این 3 تا بازی حداقل 2 تا بازی نبریم به رقابت‌های مکزیک نمیتونیم راه پیدا بکنیم. یعنی ساعته که باید حتما از 3 تا بازی 2 تا بازی واسهتون ببرم، بعد شما ببرم مکزیک اونجا بازی بکنیم. حالا اینجا ما بازی این حریف، حالا میبینم حریف کروات هستش. خب میریم که توپو بندازیم گوشه که بره دوباره تو شکمش. خب میایم اینجا یه دفاع منطقی را میندازیم. اصلا فعلا قرار نیستش که ما عجله داشته باشیم واسه شروع مجدد و بازی. مجبوریم که یک فرار رو به جلو داشته باشیم. خب الان اون کاملا به بنبست تاکتیکی و توی دروازه خب میبینید که باعث استفای و انصراف حریف شد. کارمون یه خود راه افتاد. این هم از بازی سوم. حالا هر روز 3 تا بازی واسهتون انجام میدم. 2 تا بازی هم دیگه تماشا میکنیم. ممکن حالا یا بقیه تیم‌ها رو بتونیم زنگ تفریح بکنیم یا بقیه تیم‌ها ممکنه ما رو زنگ تفریح بکنن. به هر فوتبال و هر نتیجه‌ای ممکنه رخ بده. امیدوارم این توپه گل بشه که نشد. ولی خب توپی که گیر حریف اومد هم یک توپ راحت برای گل زدن نخواهد بود. در اینجا قدرت، زور خیلی مهم. حالا روزهای بعد با گزارش‌های مختلف خدمت شما خواهیم بود و با هر نوع گزارشی که شما دوست داشته باشید از بین 4-5 تایی که 4-5 موردی که ذکر شد، جناب آقای عادل فردوسی پور، جواد خیابانی، پیمان یوسفی، سرهنگ علیفر و احمدی.
خب از اونجایی که میدونستم اگر بخوام تا تهش بکشم ریسکی میشه، دیگه من تا تهش نکشیدم. خب ببینیم که خب راه به جایی نمیبرد. اگر من میزدم بهتر بود که نزنم. فکر کنم اینجا یک ریسک مصلحتی انجام بدم بد نباشه و فکر نمی کنم که تیم حریفم شانس گلزنی اینجا داشته باشه. خب به حال شرط بازی جوری شده که مجاب کرده که جفت تیم یه خورده برن تو لاک دفاع. الان ما دست پیشو داریم، میتونیم هر لحظه زهرمون رو بریزیم و کار رو تمام بکنیم. امیدوارم که ضربه بزنه و وقت تلفی نکنه. و توی دروازه نذاشتیم که وقت اضافه کشیده بشه و فردا با رقابت‌های مکزیک در خدمت شما خواهیم بود. 2 برد از 3 بازی کاملا ما رو شایسته بازی در زمین مکزیک خواهد کرد. فعلا من از حضور شما مرخص میشم و با گزارش‌های جذاب فعلا بدرود.